سوسیس و کرانچی فلفلی میخوام پشماتونو بریزونم. مگه نمیگفتن سوسیس مناسب تو نیست؟ پس چی شد؟ قدم اول کار پوسته. سوسیسمونو میکنیم و لختش میکنیم. با چنگیز یه چاک ریز بهش میدیم و پوستشو میکنیم. یه تیکه نون میاد، چند تا از کرانچی تو این شکلی میذاری وسط. یه تیکه نون آوردیم، چند تا دونه کرانچی میریزیم روش. حالا از یه دونه پنیر گودا استفاده میکنیم. میتونی پنیر پیتزا هم بزنی. یه تیکه خیلی کوچیک پنیر پیتزا میاریم. حالا سوسیس تو اینجوری نصفش میکنی و یه تیکه‌شو این شکلی میذاری. حالا یه تیکه از سوسیسمون رو با چنگیز نصف میکنیم. دوباره انگاش کوبیدن و ساب کردن من اصلا کار سختی نیست. راست میگه، پس لایک و ساب کن. حالا بعد اینو لقمه‌ش کنی و تا ته بری. حالا لقمه‌اش میکنیم. با خلال دندون سر جاش فیکسش میکنی. یه دون خلال دندون میزنیم وسطش. از لای خلال دندونا هم قشنگ و تمیز برش میزنی. حالا با چنگیز برش میزنیم. حاجی برای من نابود شد. وقت سرخ کردنشه. بریم واسه سرخ کردن. سوسیس من انگار شهید شده. از یه پسر بیشتر از این توقع نمیره.